حدیث قدسی. آفات ثروت زیاد. امام صادق علیه السلام فرمودند خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود ای موسی، به خاطر ثروت زیاد خوشحال مشو و در هیچ حال یاد مرا و مگذار. همانا ثروت زیاد گناهان را از یاد انسان می برد و ترک یاد خدا سنگدلی و قساوت قلب می آورد. اصول کافی جلد دوم صفحه 497.